تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری سیوم. با کفیدن چشم روز حلوا را طبق طبق به دستارخوان گذاشتند و اهل مجلس به تناول آن دست بردند. چون از طعام فارغ شدند، نور محمد در دو پیچه ایستاد، همه را قلقباد گفت و همدیارانش را به دوام دادن عید دعوت کرد. ای خوفیان، من دانم و شما هم دانید که از نزد شاه شاهان یوسف علی خان فربه انصاف هر روز به دیولاخ ما نماینده نمی آید. حالا که این برادران را به خبرگیری خوفیان فرستاده است، خوفیان هم باید این شکرت را بجا آورند و مهمانان عزیز را به جان پرورند. این عزیزان تا چاش در خانه من می باشند. آفتاب که میان آسمان آمد، نوبت به خاوند شمشیر شاه، تاریکی که فرامد نوبت را به خاوند امام نظر می گذاریم. صدای تحسین و آفرین بر سقف پیچید. اهل معرکه به تردد رفتن افتادند که خنجرطلا آواز برآورد. اندوالان، یک دم دیگر، ما همین یک روز دیگر به خاطر شما می استیم، اما فردا باید برویم که از دیوان بیگم گوشمال نگیریم. الاغ و مال پادشاه را یک می بینیم و کلپا می شویم. می دانیم که امسال عذاب جزای شاه می کشید و رزق تنگی دارید. ما رزق تنگ داریم؟ ناراضیانه سرجنبان نور محمد. برعکس، این زمستان کمبغلترین خوفی هم نه از نان سفید کمی داشت و نه از گوشت روغنشار. خدا عمر شاهمان را دراز کند. خوفیان در هیچ زمان چنین بای و بدولت نبودند. ما فکر کردیم که انبارتان تا دلو و عاقلتان تا هود پفباد می شود. آخر الامر مده دلش را کفان نوشد. اما می بینیم که رویتان لعل است و گردنتان پونده جواز. چند نفر شکرخند ایده پوزخند زدند. برادران، خطاب کرد به نوکران صاحب خانه، چطور رویمان لعل و گردنمان کنده نگردد که با عنایت خداوند امسال گوشت و روغنمان را شاه شغنان فرستاد و نانمان را حاکم روشان. خنجرطلا را گویا کیک گزیده باشد در جایش تند جنبید و تهلکه بنا خواست در دلش پیدا گشته را به زبان آورد. گپت را درست نفهمیدم اندوال. صداهای خنده استهزا آمیز بلندتر گشتند. گپ سر آن است که مال پادشاه ملک را به فقرا تقسیم کردیم. فقرای ما مردمی سربچ و کچ که هستند کشتند و خوردند. چی خیل کشتند؟ نجوا کشید خنجرطلا. چی خیل خوردند؟ فغان برآورد ناشک. کشتید و خوردید؟ از جا جهید شاهنیاز. خنده دست جمانه گلدراسی هوای خانه را بلرزه آورد. البته خوردیم. مال تبرک شاه عالم پناه را هر کسی نخورد گناهکار می شود. خونسرد و جدی جواب داد نور محمد. نوکران دست به سر زدند. شاه نیاز دو دسته گریبان صاحب خانه را گرفت و داد زد. همین نربوزی که برای ما کشتی مال شاه بود؟ نور محمد دستان آقسخار را از گریبان خود کند و باز هم آرامانه پاسخ داد. این هم مال شاه بود. 2 روز پیش گوسفند پنزله را کشتم، وی هم مال شاه بود. چاشگاه هم برایتان چیزی که می کشند مال شاه است. پیشین هم خاوند امام نظر در پیش پایتان یک سرکه خمیر پرورد سر می زند، وی هم مال شاه. خنجرطلای از غضب چون انار سرخ گشته دست به کار میانش برد که ناشک مانع گشت. هوشت بسر خنجر که کله مانه می کنند. شاهنیاز آقسخال به چه قضیه بدفرجام پیچیدنی همدیارانش را درک کرده با صدای شکسته پرسید: ای نور محمد، آیا می فهمی که به سر مردم چه بلایی می آورید؟
چرا چنین کار بی اخلاقانه میکنید؟ به امریکی گویا نمیدانسته باشی خوف یک فرمانروا دارد کیکی تحت خنده‌باران مردم هر سه مهمان به یک آواز بانگ زدند. خودش ای پدر سوخته را دست بسته پیش من بیارید. بی خدانه فریاد برآورد خنجرطلا. کی را؟ کیکی را. کیکی است، میمیست، زود گیرید و بیارید. نور محمد جانب خنجرطلا تعظیم کرد و گفت اندوار مشکل آن است که کیکی را نمی آرند، به نزدش می برند. با شنیدن اسم کیکی خوفیان از خنده بلند باز ایستادند. بعضی ها با کف دهان پوشیدند، عده‌ای با پیق ناشنوا گذشتند. اکثر را قیافه جدی شد. خنجرطلا چون خرس زخم خورده غرید. وای خودش چه ناجنس است که نماینده دربار را به نزدش برند. کیکی مزاربان ماست اندوار. شرح داد نور محمد. اگر غلام در خوفیان شدن نخواسته باشی دشنامش نده. مزاربان این چی مسخره بازی است؟ خنجرطلا از ناعلاجی دیگر چه گفتنش را ندانست و به شاهنیاز رو آورد. تو برای هر یک پیس مال شاه با سرت جواب میدهی کلاورم؟ عزت و حرمتتان را از بینی امان برآوردید. برخیز و هر یک اسب و باشه، هر یک بز و گوسفند شاه را خانه به خانه به ما نشان ده. اندوار شاهنیاز این کار را کردن نمیتواند. به میانه درآمد نور محمد. تا کیکی امر ندهد دم بزغاله را به شما نشان نمیدهیم. خنجرطلا چون خروس دکن چند بار کت جنباند و جانبی در گردن یازاند. رفتیم به نزد کیکی نا و از ترس دوام گپش را در گلو بست و پیش درآمد. صاحبخانه جانبی در دوید. مردم معطل شده از نو خنده گلدراسی را به هوا سر داد. وقتی به آستان تیغ برهنگان رسیدند نور محمد اول شمشیرهای نوکران را از دستشان گرفت. سپس خاوند ایرجشاه برف آستانه را 3 بار به چشم مالید و در را گشاده درون رفت. خنجرطلای ناشک با حیرت آستان خاکسارک گل ریخته و نیم فترات را از نظر گذرانده هیچ باور نمی کردند یک دهه کلان را کدام یک کیکی از درون همین خانه که مقبره مانند اداره نماید. حیرتشان به مراتب افزود وقتی ایرجشاه آنها را داخل خانه درآورد و به موسفید درازریش مثل لکلک پاچه دراز و چون ارواح پوست و استخوان روبرو کرد. خوفیان نزدش به زانو افتیده زمین بوسیدند. مهمانان هم لاعلاج دو زانو زدند. کیکی سله سرخش را درست کرد، گردی نشستگان دوری زد و روبرویشان ایستاد. همین ها از شغنان آمدند. ایرجشاه پاسخ داد آره همین هاستند. کیکی وزن خود را به عصای درش پرتافت و پرسید بگوید شما را شاه یوسف علی خان برای چی به خوف نازنین فرستاده؟ خنجرطلا جواب داد برای خبر گرفتن امانتی هایی که تیرماه برای پرورش به خوفیان داده بود. کیکی به نشان تأسف کله جنباند و گفت شاه شغنان نگفت که بروید و کیکی را خبر گیرید. دهان خنجرطلا واز ماند. ناشک به دادش رسید. ما خود شاه را ندیدیم اندوار. دیوان بیگی از نامش گپ زد. کیکی رو ترش کرد. کیکی را کیکی بگو نه اندوار نه چیزی دیگر. افسوس صد افسوس که شاه حال کیکی را نپرسیده است. و عصا بر زمین کوفت و باز دوری گشت و افزود این بد است، بسیار بد است. و نوک عصا را جانب در نگراند و امر داد ای خاوندان به اینها گله و سیله و رمه شاه را نشان دهید و اگر سؤال کنند باز به نزد من آرید، اگر نه پایتخت گفتم را ارزانی دارید و در خمخم سیوم پناهشان را به خدا بسپارید. و در جایش چرخی زد و شتابان به حجره درون درآمد. حاضران هم برخاستند و بیرون برآمدند. نور محمد پیش دیگران از پسش تا میان به برف غوطیده و لغزیده و افتیده و خیسته به جنگلکی لبی رود فرآمدند. ما را کجا میبرید؟ پرسید خنجرطلای حیرت زده. به لب دریاچه پاسخ داد نور محمد. کشته به آب پرتافتنی؟ با تهلکه پرسید ناشک. چی ما جلادیم که آدم بکشیم؟ از این گپ ناجای نور محمد برآشفت. شما گله اسپان را دیدن خواستید، اینک نشانتان میدهیم. کاش نوکران و آقسخال کور می بودند و منظره ساحل رود را نمی دیدند. قد ساحل خندق دراز کنده اند و درون خندق
چهیل اسب خوشزاد شاه شغنان یخ بسته و در پیش هر یک تربه جوی نهاده. شاه نیاز را سرش چرخ زد و در جایش نشست. خنجر طلا را گوشها قلف زدند، ناشک را چشمان تاریک شدند. هر چهیل اسب شاه همین جاند. گفت نور محمد باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بی آدابی؟ فغان کشید خنجر طلا. چرا چنین کرده؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب می دهم؟ چون سوگواران ناله برآورد شاه نیاز. می بینم که به چشمتان می بینید و باز سؤال دارید. بسیار خوب، حالا می رویم به تماشای باشها. خوفیان مهمانان سرگیجه و دلهوره را از جنگلک برآورده تگی پشته بردند. ایرج شاه خطاب کرد در همین جا بیستید و باشها را ببینید. مهمانان به شاخ درختان چشم دوختند اما جانزاده ندیدند. بالا را چه می‌بینید؟ پایان را نگاه کنید، گفت ایرج شاه و جانب مغاکی دراز زیر پشته اشاره کرد. آقسخال و نوکران چون دقت کردند روز سفید در نظرشان شب تاریک گشت. در مغاک پهلوی هم تخت سنگ ها خوابیده و در زیر هر تخت سنگ باشه پرچین گشته و پر و بالش به دو طرف یازیده و روبروی هر باشه کپکی در قفس شخ شده. هر چهیل باشه شاه همین جایند، گفت ایرج شاه باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بیدادی؟ فغان کشید خنجر طلا. چرا چنین کردید؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب می دهم؟ چون سوگواران ناله برآورد شاه نیاز. می بینم که به چشمتان می بینید و باز سؤال دارید، گفت نور محمد. شاید این را هم پرسیدنیید که 200 سر گوسفند و بوز شاه عالم کجا شد؟ با این پرسشتان شمشیر شاه پاسخ می دهد. البته شاه از ما خواهد پرسید. با چشمان پر امید به شمشیر شاه رو آورد ناشک. به شاه عالم و سلطان با کرم برسانید که از 100 سر بز یک بز، از 100 سر گوسفند یک گوسفند زنده مانده و باقی را خوفیان کشتند و خوردند و در حقش دعا کردند. پایهای ناشک لرزیدند و روی برف نشست. خنجر طلا هوش باخت و مثل هیکل در جای ایستاده شخ شد. شاه نیاز چون مرغ پای سوخته به هر سو دویدن گرفت. ای خوفیان بدذات، می دانید که چی کردید؟ روی ما در دو عالم سیاه گشت. به غضب شاه دچار شدیم. می دانید به غضب شاه کپه‌مان دود کرده، خانه‌مان سلات شد. ای وای ای وای. جواب این قدر تلف را کی می دهد؟ ناله می کرد شاه نیاز این سو آن سو دویده. می بینم سوالتان بسیار شد. برگشتیم به نزد کیکی، گفت نور محمد و جانب بلندی راه گرفت. بعد نیم ساعت مهمانان حیران و میزبانان نامهربان باز در نزد کیکی ریش دراز سله سرخ خندان رو زانو زدند. می بینم که مهمانان عزیز با کیکی سوالهایی دارید، گفت کیکی بدون تکلف و مقدمه. بپرسید. خنجر طلا گلو افشاند و گفت کیکیا، این چی مسخره بود که شما خوفیان در حق شاه شغنان روا دیدید؟ خلق ما تبعی فرمانبردار است خواوند، چی کم بوده از ما گذشته؟ مگر فرمانبرداری همین است که در امانت شاه خیانت کنید و باشها، اسبها و بز و گوسفندان او را تلف بدهید؟ ما هر چی کرده ایم به امر شاه کرده ایم. عصا بر فرش کوفت کیکی. غضب خنجر طلا جوشید. ای کیکی، دشنام دادن خواست اما ترسید و زبان خایید و گفت آیا شاه امر داده بود که مالش را نابود کنید؟ کیکی گرد نشستگان چرخ زد و ناراضیانه غرید. تو کیکی را بنادانی گناهکار میکنی. ای نور محمد، تو در پسخوف در مجلس شاه بودی، بگو که شاه در این خصوص چی گفت؟ نور محمد دقیقه اندیشید و گفت شاه یوسف علی خان در پسخوف در حق ما چنین فرمان برآورد: برای آنکه خوفیان کورنمک زیان آورده اشان را تلافی سازند، 40 اسب یکچین جنگی، 40 باشه شکاری و 200 سر بز و گوسفند خودم را برای پرورش به آنها می سپارم. خوفیان اسبان را جوراست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بز طرف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. ای شاه نیاز، تو در همان جا بودی، رویت جانب آستان بزرگ تیغ برهنگان است. آیا تصدیق میکنی که شاه چنین امر داد؟ شاه نیاز دست بر پیشانی گذاشته
دمی فکر کرد و گفت آره عیناً چنین امر صادر کرد. خواوندان، شمشیر شاه و ایرج شاه و امام نظر، شما سرزنده و تنبنده در میدان ایستاده بودید. آیا شاه یوسف علی خان جهانگیر چنین نگفت؟ چنین گفت که عیناً چنین گفت، تصدیق کردند خواوندان. پس ای نوکران بگویید ما کیستیم که امر شاه را اجرا نکنیم؟ چیزی که از زبان درفشان او برآمد بجا آوردیم و دیگر هیچ. آقسخال و نوکران از این گپ گاج و گرنگتر شدند و به همدیگر نگریستند. کیکی بزرگوار سله از سر کل گرنگش گرفته پرسید خنجرتلا اگر در کجای امر شاه گفته که مالش را بکشید و با شهایش را تگ سنگ کنید و اسپانش را در چاه اندازید؟ کیکی به سر پرسنده آمد، دست بر سر کلش نهاد و گفت آیا شاه امر نداد که اسپان را جوراز کنیم؟ داد. ما با قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، به چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند. اسپان شدند جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشه را هدف راز کنیم؟ داد. ما باشه ها را پر گشادیم، به بالایشان تخت سنگ گذاشتیم، رو برایشان کپکان خوشنوا را در قفس ها آویختیم، باشه ها شدند هدف راست. معذورمان دارید اگر منقارهای کجشان راست نشدند. آیا خود شاه امر نداد که یک بز و یک گوسفندش را تلف ندهیم؟ داد. از 10 بز 9 را خلق نازنین خوب کشت و خورد، همگی یک بز و یک گوسفند باقی ماند، یعنی یک بز و یک گوسفند را تلف ندادیم. ما هم ننگ و ناموس داریم، با کدام رو فرمان شاه همان را اجرا نکنیم؟ آه فیغان کشید خنجرتلا، واه فریاد زد ناشک، رویم سیاه چون سوگواران ناله برآورد شاهنیاز. کیکی به آه و ناله مهمانان اهمیت نداد و عصایش را جانب در نگران. همان یک بز و همان یک گوسفند باقی مانده را هدیه دهید و تا خمخم سیم گسیلانید. مهمان را دیدن پشت سرش خوب است. کیکی به خانه درون درآمد. آقسخال و نوکران چون گربه های آشالود، چون پلنگان چنگال شکسته، چون پهلوانان شکست خورده، بی دماغ و سینه‌داغ آستان تیغ برهنگان را ترک نمودند. نوروز یا عاشورا. در بر و دوش رشته‌کوه‌های خارق و درمارخت برف هنوز سفیدی می کند، اما کوه و پشته‌های دامن فراخ پارشنوی آفتاب رویه پی زمستان را از در و درگاه خود روفته جامه سبز ببر کرده روز تا روز جذابتر و دلرباتر می گشتند. وادی ساحل چپ 5 نیز در انتظار فصل گلشکوفت لای می خشکاند و غنچه می سبزاند. اول میسه و سیبرگه ها به استقبال خورشید سر می کشند و در زیر قدم انسان مخمل می گردند. هفته پس شیرگل نازک بدن قرص خورشید به سر عالم را با حضور زرین خود آرایش دیگری می دهد. شیرگل حسرت طبیعت انتظار آفتاب است، با آن اشتیاق دلارای خورشید از دل زمین سر کشیده چمنستان را به طربستان تبدیل می دهد. چند روز بعد به صحن چمن سنبل و نسرین و بنفشه و نرگس و بابونه و دهها گل و گیاه دیگر پا می گذارند و به زبان بی زبانی خورشید جام بخش و بهار پردرخش را حمد و ثنا می گویند. شعله های جان افزای شمس منیر شاه پرک های رنگین بال باریک میان را به هوای عطرآگین برمی خیزانند. انگار برای 100 گونه گل 100 گونه شاه پرک به باغ و بوستان برآمده و
در هواشان بناز و کرشمه بال می افشانند. انگار شاه پرکان بوسه گلهایند، گلهایی که از شادی دیدار نوروز، از بخت احیا گشتن و شکوفتن می خواهند همدیگر را، باغ و صحرا را، پشته و دریا را، آسمان مصفا را، انسان زیبا را شیرین شیرین به آغوش کشند و نرم نرم ببوسند. اما چون پابسته زمینند، شپلک ها را، گلبوسه های رنگارنگ را به هوا سر داده اند. گاه آسمان می غرنبد، آذرخش خنجر می کشد، تندر ناله از جگر می کشد. آسمان غرنبه چون لشکر غیب هوا را می لرزاند و سرشک شادی ابرهای تشنه حسن نوبهاران را بر زمین می افشاند. زمین جانماز سفیدش را می گسترد، نماز شکرانه هستی بر لب، در قدم نوروز جهان افروز قالین هزار رنگ می گسترد. دوده قرقر بیمنگیز زاغان را کوکوی دلاویز کوکوها از دلها می زداید. آره، نخست این پرنده به سراغ بهار می براید. سبزه کوکو، روزه کوکو، مغچه کوکو، غنچه کوکو. چند روز پس مرغ شادی نجوا می نوازد و با ندای شادی غربال بیار، به سر عالم و آدم غربال غربال شادی نثار می سازد. بعد از کجای هدهدی رنگین لباسی تاجداری تناز و زیبا به سیری چمن می براید، می خرامد و زمین را منتدار می نماید، فرح می بخشد و دل می رباید. سپس چاکک دل عاشقان را چاک چاک می نماید و قمری شوریده سر غزل تازه ایجادش را زمزمه می کند. مرغ هلال نیز گریوه به گریوه پر می کشد، از جنب و جوش تولید حیات نو به وجد آمده پشتک های از عمق جگر می کشد. بلبل این نغمه پرداز قصه های جانگداز لب به سرایش قصیده های بهاریه می کشاید. بهار در کوهستان چون عروسان با کرشمه و ناز صبر و طاقت آدمان مشتاق گرمی و نرمی را سنجیده سنجیده قدم می شمارد. سرکوه بلند آب ندارد چه کنم، دو چشم سرم خواب ندارد چه کنم. دو چشم سرم ره نوروز می نگرند، دیر آمده است تاب ندارد چه کنم. حساب که به مرد در آمد، خورشید 18 روز از ناخون تا بغل پا، از خیلپچار تا خیلچزان موش قدم می زند، خیلی سست و دلبزن. بعد خورشید به گربه قدم می گذرد و روزها درازتر می گردند. گربه قدم از خیلچزان تا نوروز رسا 30 روز دوام می کند. از خیلچزان تا نوروز موسم حلوا و بحت است. مردم با خوراک های سیرشیره و روغنین بدنی در زمستان ضعیف گشته خود را نیرو می بخشند، به شدگار و کشت آماده می گردند. سپس ایام سگ قدم سر می شود و آفتاب با گام های فراخ و باوری بخش خود به سیر آسمان بیکران می براید. اما سال گذشته شغلیان نوروز را جشن نگرفتند، آن به عید عاشورا راست آمد. امسال هم آخر عاشورای و اول نوروز به هم آمیختند و مردم ماتم را بر خوشحالی ترجیح دادند. پایان گفتار 30.
شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.